سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. آقا اینجا پاریس نیستش، اینجا جزیره زیبای کیشه. الان میخوام بهتون نشون بدم زیر پوست خیلی لاکچری این شهر خیلی ها هستن که هنوز به زحمت دارن زندگی میکنن. الان میخوایم بریم با یکی از اونا مصاحبه کنیم. سلام شمخانی، چطوری؟ شمخانی چطوری؟ همه مردم کیش تو رو میشناسن. خب من سال 73 اینجا دیگه. نه بابا، حالا از چند سال میشه؟ 30 سال میشه. آره چی شد اومدی جزیره کیش؟ این همه شهر دیگه سر از داستان زندگی ما رو کشین اینجا دیگه. یه دفعه سر از اینجا رو بردیم. دوست داشتی شهر دیگه ای باشی به جز جزیره کیش؟ نه اینجا بهتره. شمخانی تو اصالتا کجایی هستی؟ اصالتا همدان. یه تومنم یه تومن ها؟ گره. بچه‌ت کجا؟ اصلا تا حالا ازدواج کردی؟ بابا 2 تا بچه دارم. زن بچه تهرانم. جدی؟ آره. چند وقت ندیدیشون؟ یه 7-8 سالی میشه. خب بچه ها ازدواج کردن، هی گاه گداری میرم میام. اونا چی؟ اونا جزیره اومدن؟ آره اومدن. شمخانی اگه یکی از فامیلات الان از اینجا رد بشه، دوست داری چه حرفی با هم دیگه بزنید؟ راجع به چی صحبت کنید؟ دوست دارم بی تفاوت رد بشه بره. اصلا با فامیلات در ارتباط هستی؟ نه خب چطوری؟ تلفنی یا آره تلفنی، رفت آمد. یه گاه کداری مجبور باشم. نه زیاد دوست ندارم تماسی بگیرم. شمخانی الان اگه یه کسی بتونه آرزوی تو برآورده کنه اون چیه؟ دوست داری برات چی کار بکنه؟ نمیدونم آخه چه آرزو باشه. یه کیسه دلار باشه، اسکناس باشه. دلت یه سفر نمیخواد بری مشهد؟ آخه چطور با کی برن؟ تنهایی؟ با کسی برن؟ حالا با کسی بری، اصلا خودم ببرمت مشهد. دوست داری؟ جدی میخوایم بریم؟ حالا مثلا اگه بخوایم بریم مشهد دوست داری ببریمت؟ بریم به یا دوست داری بری ترکیه؟ کدوم؟ نه مشهد. مشهد. امام رضا رو دوست داری؟ آره من ترکیه یا تا حالا رفتی ترکیه؟ آره یه بار رفتم ترکیه. مثل شبیه کیشه دیگه. شمخانی مردم کیش چطورن باهات؟ رفتارشون چطوره؟ تا حالا خاطره بدی تو این همه سالی که اینجا کار کردی داشتی؟ کسی اذیتت کرده؟ نه خوبه، بد نیست، خوبه. خب اذیتی کردن. یه کلاه سرم یه شیاد بگیرم افتاد، گیرم افتاد، کارت آبروان که گرفت، کارش را بندازه برداشت بود، تمام. یه 200-300 تومن پولم بالا کشید رفت. 200-300 تومن پول مال خودت بود یا مال مردم بود؟ نه بابا مال خودم بود. مال خودم که از مردم گرفته بود. مردم آمدن یخه من گرفتن. آها یعنی مردم پول ریختن تو اون کارت برای اون، ولی با کارت تو بود دیگه. اون خرید کرده بود، خرج کرده بود، بعد مردم اومدن من کشوندم به دادگاه. خب چی کار کردی؟ مجبور شدی پسش بدی؟ یه سری آره زیادش پس دادم. یه سری اومدن یخم گردن، کار به دادگاه و شکایت اینا کشید. شمخانی روزی چقدر در میاری؟ اصلا میصرف آجیل میفروشی؟ اینجا خلوت باشه نه. پس چی میگن شمخانی خیلی پول داره؟ نه دیگه خب میخوان اذیت کنن دیگه، مثلا خراب کنن که پیش شما، پیش محمد آقا، پیش اینو. آخه همه میگن شمخانی انقدر سال جزیره از کلی خونه داره، مغازه داره، پول داره. خود دیگه همه میدونین دیگه. اگه مغازه داشتم. نه شمخانی از زندگیت راضی هستی؟ اگه فکرم کار میکن دیگه راضی نیستم. خود دیگه چه میشه که بالاخره مجبورم بسازم دیگه. دوست داشتی یه مسیر دیگه بری تو زندگیت؟ والا آخه چه مسیری باشه؟ نمیدونم، مثلا میرفتی توی کار دیگه کلا. نه همینی که هستم. راضی؟ آره چون خستم، از نظر روحی خستم. دوست داشتم اصلا دنبال درآمد اینا نبودن. یه جای آرامش فقط تو خودم بودم. قبل از اینکه بیای آجیل بفروشی اون موقع چی کار میکردی شمخانی؟ داروسازی کار میکردم. داروسازی؟ آره. باریکلا. دلت واسه خانوادت تنگ نشده؟ نه آخه کسی دوستم نداره که تنگ میشه. مگه میشه بچه‌های آدم دوست نداشته باشه؟ نه مال من
برعکس اینجوریه. خانومه چی؟ نه هیچی. خب شاید تو فکر میکنی آخه بچه هاتن. چند سال ندیدیشون؟ یه 2-3 سالی هست. هی میرم تهران دورا دور میبینم میام. دورا دور یعنی چی؟ نمیری خونشون؟ نه خانم رفتون شکایت کرده که من نفقه میخوام و طلاق میخوام. رفتون دادگاه هم دیگه دیدیم. تو این سن رفتین طلاق گرفتین؟ رفتون که طلاق بگیری نشد دیگه. من رفتم گفتم من پولی ندارم که به تو بدم. راست گفتی پول نداری؟ نه بویزنه نه. والا اگه داشتم برای چی بدم آخه؟ شام کنی شام و نهار تو چی کار میکنی؟ خودت درست میکنی؟ نه بابا همه از بیرون میگیرم میارم دیگه. من یه پست غذا بگیرم نصفش میخورم سیرم. 2 تا قاشقش میخورم سیرم. من زیاد خوراک غذا گرم نیستم. شام کنی الان چقدر تخمه داری؟ اگه همشو من بخرم میری تا فردا استراحت کنی؟ آره؟ دوست داری؟ آره اگه باشه آره. اینا رو بخری تا پس فردا استراحت میکنم. قول؟ قربونت برم. یه ماچ به هم میدی؟ یه ماچ به هم میدی؟